بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، در درس اول قسمت اولش فهمیدیم که نام الله سبحانه و تعالی را چه قسم بشناسیم و در درس دوم، در درس اول قسمت دومش خواندیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده بود. امروز قسمت سوم درس اول است. بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی را شناختیم، در قسمت سوم از خود سوال میکنیم که با نام الله سبحانه و تعالی که در هر صفحه قرآن عظیم شان هست و در کلمات قرآن ما و شما ایره میبینیم که در هر جای ولكن الله یجتبی من رسوله من یشاء فآمنوا بالله و رسوله. امی قسم در هر جای نام الله سبحانه و تعالی ان الله عاهد الینا و ان الله لیس بظلام للعبید. حالا که نام الله را شناختیم، با این چه قسم زندگی بکنیم؟ خب اول ما و شما گفتیم که ما این نام الله سبحانه و تعالی را در 6 نقطه اساسی شناختیم. نقطه اولش این بود که الله معبود به حق است. الله معبود به حق است. حالا که الله معبود به حق است، ما چه قسم زندگی بکنم با امرایتی؟ فکرم، قلبم، اعضای بدنم، خانوادیم، دوستان و در جامعه چه قسم زندگی بکنم؟ فکرم چه قسم جور بکنم؟ بناهن ما عقیده خدا این قسم جور بکنم و فکر خدا این قسم جور میکنم که چون الله معبود به حق است، بناهن دیگه معبود به حق وجود نداره. وقتی الله معبود به حق است، پس ما این معبود خود گرفتیم و ما بر از او عبادت میکنم. به کسی دیگه هیچ عبادت انجام نمیدم. چرا؟ به خاطر از که ما فهمیدیم که الله معبود به حق است. بناهن ما معبود خود الله را گرفتیم و اگر کسای دیگه که معبود نشان میتن و معبودای دارن، میفهم که اینا معبودا باطل هستن. خب دوم فهمیدم که مستحق عبادت الله هست. مستحق عبادت الله هست. وقتی که مستحق عبادت الله هست، پس ما عبادت خدا فقط برای الله میکنم، چرا الله مستحق عبادت است. عبادت خدا ما فقط برای الله میکنم و میفهمم که او مستحق عبادت است. دیگه کسی مستحق عبادت نیست. مستحق عبادت میفهم پیغمبر نیست، ملائکه نیست، اولیاء الله نیستن. درست است، ما پیغمبر به پیغمبر ایمان داریم، به تمام پیغمبرها ایمان داریم و میفهمیم که پیغمبرها رتبهشون بسیار بلند است، لکن مستحق عبادت نیستن. میفهمم که ملائکه علیهم السلام مخلوقات بسیار بزرگ هستند، مخلوقات پاک هستند، مخلوقاتی هستند که پیش الله بسیار عزت دارند، مقامشان بسیار عالی هست، نامهایشان در قرآن است و ایمان داشتن به ملائکه جز ایمان ما هست که اگر به ملائکه علیهم السلام ایمان نداشته باشیم، ایمان ما قبول نمیشه. لکن با وجود ازی برای ملائکه عبادت نمی کنیم. چرا؟ اونا مستحق عبادت نیستن. اونا مستحق عبادت نیستن. مستحق دوستی هستن، مستحق محبت هستن، مستحق احترام هستن، مستحق ازی است که با وجود از اینا ایمان داشته باشیم، با پاکیشان ایمان داشته باشیم. اما مستحق عبادت فقط الله هست. مستحق عبادت فقط الله هست. چرا؟ ما فهمیدم الله برام گفت که فعلم انه لا اله الا الله. پس فهمیدم که بغیر از الله کسی دیگه مستحق عبادت نیست. خب سوم، با این نام الله
چه قسم زندگی میکنم؟ فهمیدم که مستحق اطاعت کی هست؟ الله هست مستحق اطاعت. اینال ما در حلال از کی اطاعت میکنم؟ از الله. در حرام احکام کی را قبول میکنم؟ الله. کی برم تعیین میکنه ارزش ها را، چی خوب است چی زشت است، چی درست است چی غلط است، چی حق است چی باطل است، تمام از اینا را الله برم تعیین کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تبلیغ کرده. بناهن به قرآن عظیم الشان مراجعه میکنم و به احکام قرآن مراجعه میکنم و شریعت الله را که در قرآن و سنت است و علمای اسلام به ای اجماع کردن به ای اطاعت میکنم. متوجه هستین؟ اینال اطاعت از الله میشه. پس وقتی که اطاعت از الله میکنم، مثلا قوانین دیگه هست، یک امریکایی میگه که برای ما قانون مرا قبول کو، برش میگم که ما قانون شما را قبول کرده نمیتونیم. چرا؟ اگر ما قبول بکنم در عقیده ما تزلزل میشه، عقیده ما خراب میشه. چرا؟ مستحق اطاعت شما نیستین، شما مخلوق هستین. اگر روس قانون میسازه، اگر انگلیس قانون میسازه، اگر هر کسی، یهود قانون ساخته، نصارا قانون ساخته، میگیم که وقتی قانون شما مخالف شریعت الله هست، بناهن شما کسی که این قانون ساخته او طاغوت است و قرآن برای ما میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، باید به طاغوت کافر شوی. چه قسم به طاغوت کافر میشیم که قانون از او را قبول نمیکنیم. و بسیاری وقتا هست بعضی دوستا وقتی که نمیفهمن یا نمیشناسن نام الله را، سر قرآن میگه برش دست بار و بگو که ما قانون را قبول دارم، باز ما برای تو نشنالیتی میتم، ما باز برای تو چی میتم؟ امو جنسیت یا نشنالیتی یا امو تابعیت از اون مملکت میتم. من نمیتونم امی کارا بکنم، من امی کارا کردن نمیتونم. چرا نمیتونم؟ به خاطر ازی که این الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ایاه. علما ای آیات قرآن خواندم که این الحکم الا لله، حکم مخصوص الله هست. الله برم تعیین میکنه که چی خوب است چی زشت است. حال امریکا مثلا حق و باطل از اونا با حق و باطل قرآن فرق میکنه. پیش از اونا وقتی که مثلا یک کس به اختیار خود زنا میکنه و حقش است، حقش است، میگه حق است، حق ازی است. اما قرآن میگه که اگر به اختیار خود هم کسی زنا بکنه او زناکار است، او مجرم است در قرآن عظیم شان. ببینین قوانین چقدر فرق میکنه. مثلا اگر یک نفر با یک همجنس خود ازدواج میکنه اونا میگه حقش است، به این معنی که حق است، درست است، حقش است. از این خاطر اما قرآن میگه که نه، این عمل زشت است، این خبائث است، تو باید از این عمل اجتناب بکنی و اگر این مرتکب شدی به الله توبه بکنی و خجالت باید بکشی و باید به الله متعال شب و روز سجده بکنی و از این اعمال زشت توبه بکنی. خب پس وقتی فهمیدیم که چی هست؟ مستحق اطاعت الله هست، بناهن این حق به مخلوق نمیتیم. اگر کسی این کار میکنه در حق الله چی کرده؟ ظلم کرده، بالای خود ظلم کرده، شرک آورده و الله متعال میگه که این الشرک لظلم عظیم. شرک چی است؟ شرک ظلم بسیار بزرگ است. خب چهارمین نقطه ای که من از نام الله یاد گرفتم این بود که اینمی عبادت و اطاعت مخصوص الله هست. این رو یاد گرفتم الحمدلله. حالا من اطاعت عبادت خودم مخصوص الله میکنم، یعنی هیچ عبادت به غیر الله به کس دیگه نمیکنم. یا کسی میره پیش یک مخلوق سجده میکنه، این مخلوق چی به شکل بت باشه، چی به شکل قبر باشه، چی به شکل زنده باشه میشه. یعنی بت یک قسم نیست. متوجه هستید؟ بت یک قسم نیست. بت گاهی به شکل یک مجسمه می باشه، این عبادت میکنن. اینمی مجسمه را که اینا عبادت میکنن، اینمی عبادت مستحقش اینمی مجسمه نیست. بعضی اوقات میگن که این خود مجسمه یک پیغمبر است،
و یک مجسمه یک ولی هست، مجسمه یک شخصیت بزرگ است، ما میگیم که این عبادت مخصوص الله هست. شما که برای عبادت میکنین، شما در عبادت الله این شریک ساختین. پس این کسی که به این بت عبادت میکنه مشرک است. گاهی اوقات این بت به شکل یک قبر می باشه، یک شخصیت خوبه قبرش عبادت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. گفت الله لعنت کرده به یهود و نصارا. ما مسلمان هستیم، ما ایمان داریم، ما پیروای موسی علیه السلام هستیم. نصرانی ها میگفتن ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که سر از اینا لعنت الله نازل شد. چرا لعنت الله نازل شد؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. بت نساختن، بعضیش باز پسان بت ساختن، لکن در اوایل چی کردن؟ قبرهای پیغمبران را چی کردن؟ ایره سجدگاه ساختن. چون سجده عبادت است و عبادت برای الله میشه، اینا قبرها را سجدگاه ساختن، رفتن در مقابل قبر سجده کردن، در مقابل قبر رکوع کردن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اینا به عیسی ما فهمیدیم که عبادت مخصوص الله است. الله را شناختم و شناختم که الله ذاتی است که عبادت مخصوص از او هست. بنابراین من هیچ عبادت خدا به غیر از الله به کس دیگه نمی کنم. همین قسم فهمیدم که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایه. فیصله کرد الله که عبادت نکنین به غیر از الله. وقتی که برای الله عبادت مخصوص شد و فیصله الله شد، این حال من هیچ عبادت من به غیر از الله به کسی دیگه نمی کنم. چی فکری باشه، چی قلبی باشه، چی بدنی باشه، چی زبانی باشه، چی مالی باشه، چی قانونی و تشریعی باشه. و همچنان فهمیدم که اطاعت مخصوص الله است. پس ما باید خاص به کتاب الله که است احکام و قوانین احکام ازیره سر خود تطبیق بکنم. و غیر از احکام الله، احکام غیر الله را که مخالف کلام الله، مخالف سنت رسول الله، مخالف اجماع امت اسلام است، این باید قبول نکنیم. پس اینجا هست که اینمی قسم باید زندگی میکنم. من همین قسم الله را شناختم، اینمی قسم زندگی میکنم و برای دوستای خود هم توصیه میکنم که دوستای عزیز متوجه باشید. پنجم، اینال فهمیدیم که وله صفات الجلال والعظمه. صفات جلال و عظمت، یعنی الله سبحانه و تعالی بسیار صفات جلال و عظمت داره. اینال ما با این صفات الله که در قرآن است این صفات قبول دارم. هیچ وقت این صفات تشبیه با صفات مخلوق نمی کنم. چرا صفات مخلوق صفات جلال و عظمت نیست؟ صفات مخلوق صفات عاجزی هست. میشه بعضی صفات از نگاه لفظی مشابهت داشته باشه. مثلا ما انسان هم عالم میگیم، الله هم عالم هست، لکن هیچ وقت علم الله را با علم مخلوق تشبیه نمی کنیم. انسان بیچاره عالم است در یک رشته خاص، بازم رشته هم در یک بخش خاصش، و بعد از درس و زحمت و عاجزی و استاد گرفتن و زیاد وقت جهالت ای به یک چیز عالم شده. از این خاطر ما چطور هیچ وقت صفات الله را با صفات مخلوق یکسان فکر نمی کنیم، تشبیه نمی کنیم و امراض مشابهت نمی کنیم، حتی در ذهن خود هم تصور نمی کنیم. به خاطر از اینکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت صفات الله چی عقیده داشتن؟ عقیده شان این بود که صفات الله صفاتی است که به جلال و عظمت الله شایسته است. اینا ما با صفات مخلوق هیچ وقت تشبیه نمی‌کنیم. صفات مخلوق است، مخلوق در جایش باشه. وقتی که سر صفات الله گپ میزنیم، صفات الله صفات چی است؟ جلال و عظمت است. و عظمت الله و بزرگی الله و جلال الله شایسته است. ششمین نقطه که من فهمیدم که اویی بود که معرفت عبادت الله سبحانه و تعالی از طریق پیغمبران میشه، از طریق دیگر نمیشه. پس پیغمبر وقتی که آمد، پیغمبر چی آورد؟ مثلا بر ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم الشان آورد.
آل عبادت ها در قرآن عظیم الشان هست. قرآن عظیم الشان قانون اساسی الله هست، قانون اساسی اسلام است. این قانون اساسی را چی تشریح میکنه؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. بناءً عبادات از کجا میگیریم؟ از قرآن و از سنت میگیریم. طریقش چه قسم عبادت بکنیم؟ از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم. پس من هر چیزی که عبادت میکنم، کسی میگه که این عبادت است، اصل از رو باید در قرآن عظیم شان و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا بکنیم. اگر یک کسی یک عبادت را میکنه و او در قرآن نیست و در سنت نیست، اش میگیم برادر عزیز تو اشتباه کردی. تو اگر الله را مشناختی، الله سبحانه و تعالی به خاطر شناخت خود و به خاطر شناخت عباداتش و به خاطر شناخت احکامش و اطاعتش پیغمبرها را فرستاده، و پیغمبر کتاب فرستاده، و پیغمبر سنت فرستاده. وحی برش جلی میامد، وحی خفی میامد. وحی جلی قرآن عظیم و شان است، وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بله، در هر عبادتی که آیت قرآن داشتی و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، خلاص آمنا و سلمنا تسلیم هستیم. اما اگر تو یک عبادت را میکنی که او در قرآن و سنت ثابت نیست، اجماع علمای اسلام درباره از نشده، امت اسلام در او را اجماع نکرده و نگفته که عبادت است، از دل خود جور کردی، او بدعت است و او دلالت است و ما ایره نمیتونم انجام داده. پس به این شکل با نام الله سبحانه و تعالی زندگی میکنیم. الله را مستحق عبادت میدانیم، الله را عبادت مخصوص الله میدانیم، الله را مستحق اطاعت میدانیم. اطاعت فقط برای الله میکنیم، فقط از شریعت الله اطاعت میکنیم و قوانین دیگران را اطاعت نمیکنیم. و به نامها و صفات الله ایمان داریم و نامها و صفات الله را همو قسم بیداریم که به جلال و عظمت الله شایسته هست. هیچ وقتی با صفات و نامهای مخلوق او را تشبیه و تمثیل نمی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.